نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. سوره مبارکه صافات هم مثل سوره یاسین بر سوره های گذشته و بر مضامین سوره های گذشته مرتب است، یعنی همون مبحث است. در سوره سبا داشتیم که آلهه مزعومه مشرکین نمیتونن شفاعتی بکنند. اونها هیچ نوع اختیاری که سفارشی بکنند، شفاعتی بکنند در دربار حق ندارند. شفیع غالبی وجود ندارد. ما در سوره یاسین خواندیم که اگر خدایان اونها سفارش میکردند، شفاعت میکردند، کاری میکردند برای عبده خودشان، وقتی که عذاب خدا آمد از عذاب خدا میرهاندند، اونها را نجات میدادند، ولی نتونستند. حال در سوره صافات میخوانیم که معبودانی که مشرکین اونها را پرستش میکنند، مثلا دو گروه را بیشتر پرستش میکردند، فرشتگان را و جنات را و همچنین انبیاء و صالحین را. الله درباره هر سه گروه در این سوره سخن میفرماید. اولا در اول سوره بیان میشه که فرشتگان، اونا میگفتن فرشتگان در بنات الهی هستند، شفیع هستند. الله میفرماید والصافات صفا، فرشتگان تمام صف بسته گوش به فرمان و از رب اطاعت میکنند. خود فرشتگان دست از پا خطا نمی کنند، کوچکترین سرپیچی از فرمان رب العالمین نمی کنند. در پایان سوره عجز جنات هم میاد، در اول سوره هم میاد که جنات وقتی که میخواهند که استراق سمع بکنن به وسیله شهاب ثاقب، چگونه به سوی اونها شلیک میشه که جنات از بین میرن، نابود میشن. اینا چطور میتونن برای شما شفاعتی بکنن، سفارشی بکنن؟ و همچنین درباره انبیا ذکر 7 نفر از انبیا و 7 تن از انبیا در این سوره می آید که اونها در دربار الهی اظهار عجز کردند، اظهار نیازمندی کردند. لذا اظهار عجز و نیازمندی اونها دلیل بر اینه که همه اینها خودشون محتاج خدا هستند، هم فرشتگان، هم انبیا، هم جنات. کسی که خود محتاج باشد چگونه میتونه احتیاج را از دیگری برطرف بکند؟ بنابراین نتیجه این میشه که بغیر از الله کسی را نخوانید، نه فرشته ای را، نه جنی را و نه انسانی را. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. به 3
گروه الله عزوجل سوگند یاد می کند یا اونها را شاهد می گیره. قسم به اون فرشتگانی که صف بسته هستند، صف بستن یعنی برای انجام وظیفه خودشون، برای انجام مأموریت خودشون، برای اطاعت دستورات الهی صف بستند. فالزاجرات زجرا، پس اون فرشتگانی که دور کننده هستند و مانع و جلوگیر هستند جنات را، زجرا جلوگیری، ممانعتی، یعنی این فرشته ها مأموریتشون این هست که جنات را برای استراق سم نگذارن، برای سوء استفاده نگذارن. فتالیات ذکرن، پس اون فرشتگانی که ذکر خدا را تلاوت میکنند، ذکر خدا را یا تلاوت میکنند یا دنبال میکنند. منظور از دنبال ذکر قرآن مجید هست، قرآن را میخوانند یا اینکه قرآن را القا میکنند، حامل وحی هستند. همه این فرشتگان گواهند، شاهدند که ان الهکم لواحد، معبود شما یکی است، معبودهای متعددی ندارید. کدوم اون یکی؟ رب السماوات والارض، اون ربی که مال آسمان هاست و زمین و ما بینهما، ما بین اینها، و رب المشارق، رب مشارق است. مشارق که آمد دیگه نقیزش هم میاد، رب المشارق والمغارب، رب مشرق و مغرب است. مشرق ها و مغرب است به اعتبار هر طلوعی و هر غروبی که جداگانه یک مشرق است. انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، اینجا بیان حال فرشتگان را خواندیم، همه صف بسته، همه مطیع، همه فرمانبر دستورات الله، و حال بیان جنات، حال جنات. انا زینا السماء الدنیا بمصابیح بزینة الکواکب، ما مزین کردیم آسمان دنیا را با زینت های، با زیبایی کواکب. و حفظا من کل شیطان مارد، و این ستاره ها موجب حفظ آسمان ها خواهد بود از استراق سمع هر شیطان متمرد سرکش. همانطوری که قبلا خواندی، قبلا جنات از آسمان ها اخبار استراق می کردند، اما جنات الان عاجزند تا بروند شهاب ثاقب اونها را چی می کند؟ تعقیب می کنه، می زنند اونها را. شهاب ثاقب از این فرشته ها هستند، از این ستاره ها، ببخشید، از ستاره ها اشعه‌ای هست. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، این شیطان مارد دیگه نمیتونه استماع بکنه به مجالس ملأ اعلا، مجالس فرشتگان. و یقذفون من کل جانب، یعنی زده میشوند از هر جانب، از هر طرف، که نمیتوانند استماع بکنند، نمیتونند استراق سمع بکنند. دحورا، یعنی تا با ذلت و خاری رانده میشه، خفت و خاری. دحور اصل هول دادن را میگن یا رانده شدن را میگن. با ذلت و خاری رانده میشه این جن. ولهم عذاب واصب، برای اینها چون شیطان هستند، ایمان ندارن، عذاب دائم است. واصب یعنی دائم. پس ببینید جنات اینقدر عاجز هستند، هی میرند استراق کنند نمیتونند. اینا چطور میتونن برای شما خدا قرار بگیرن، استمداد کنه از اینها؟ الا من خطف الخطفه، مگر کسی برباید چیزی که قابل ربایش باشد. یعنی گاهی اینطور میشه که جنات یه خبری را میربایند، یه چیزی را دورا دور میشنوند، اون میگیرند و فرار میکنند، میآیند به طرف موکل هایشون. فاتبعه شهاب ثاقب، او را دنبال میکنند شهاب ثاقب. شهاب اون جرقه‌ای که درخشنده هست و آتشی که می درخشد و اونها را دنبال میکند. اون شهاب ثاقب اگر به جنیه برخورد بکند، او را یا آتش میزند
یا اینکه دیوانش میکنه. به هر حال فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، اینجا زجر و توبیخ برای مشرکین است. از آنان سوال کن، بپرس آیا پیدایش اونها سخت‌تر است، یعنی سخت‌تر هستند اونها از نظر خلقت، یا اون مخلوقاتی که ما آفریدیم؟ منظور انسان هست. انسان را ما محکم آفریدیم. چگونه؟ انا خلقناهم من طین لازب، هم اشد خلقا، یعنی اونها خلق سختری دارند که خودشون پیدا بکنند. چون که عابدین هر وقتی که معبودان خودشون را فریاد میزدن، الله عزوجل میفرماید که آیا ام هم الخالقون، اونها خودشون چیزی خلق کردند یا خلق اونها الان در مقابل خلق ما چیزی هست؟ انا خلقناهم من طین لازب، ما انسان را آفریدیم از گل چسبنده. گلی که حالت چسبندگی داره، گل وقتی که زیاد تو آب میماند حالت چسبندگی پیدا میکند و این گل به نوعی در او استعداد حیات هم ایجاد میشه که میتونه زنده بشه. عرض کردم قبلا برای شما نمونه هایی که همیشه در جاهای نم و گل ها میبینی حشرات و موجودات زنده خیلی زیاد میشند. بل عجبت و یسخرون، بل عجبت این اضراب از ما قبل هست که ای پیامبر تو تعجب کردی از مطالب زیبایی که بر تو نازل شد، در حالی که وهم یسخرون، و یسخرون یعنی مخالفان تو مشرکان به باد مسخره گرفتند. و اذا ذکروا لا یذکرون، هرگاه که پند داده بشوند پند و اندرز نمیگیرند. و اذا رأوا آیة یستسخرون، و وقتی که آیه را ببینند اونها استهزاء میکنند، مسخره میکنند، یا از دیگران هم میخواند که مسخره بکنند، به این معنی که برای همدیگه مطرح میکنند تا اونها مسخره بکنند. وقالوا ان هذا الا سحر مبین، دو تا اشکالشون را، یکی بر رسالت یکی بر قیامت. نسبت به رسالت میگویند این هذا نیست این مگر جادوی آشکار. قرآن را میگند که دلیل عمده رسالت است. اذا متنا و کنا ترابا و عظاما، آیا وقتی که ما بمیریم تبدیل بشیم به خاک و خاکستر یا استخوان، انا لمبعوثون، آیا ما دوباره مبعوث میشیم، دوباره از قبرها بلند میشیم؟ او آباؤنا الاولون، یا پدران پیشین ما گذشته ما؟ الله می فرماید جوابشون بده ای پیغمبر من، قل نعم، بگو چرا نه، بله شما زنده میشید، و انتم داخرون، در حالی که شما ذلیل میشید، یعنی با ذلت یک زندگی ذلت باری خواهید داشت چون منکر اونجا بودید. فانما هی زجرة واحده، جزی نیست که آن نفخه دوم یک فریاد است. زجره یعنی چه؟ یک فریاد عظیم، همون سوره اسرافیل اشاره است. فاذا هم ینظرون، بعد از اون فریاد وقتی که همه از قبرها بلند میشن هر طرف نگاه میکنن حیران و سرگردان. وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، الان حسرت میخورن. یا ویلنا کلمه تحسر است، ای وای بر ما، این روز جزاست، ما این را انکار میکردیم، این را قبول نداشتیم، بدبختی برای ماست. هذا یوم الفصل الذي کنتم به تکذبون، الله میفرماید این روز فیصله است ای مجرمان، آن روزی که شما این روز را تکذیب میکردید، شما این روز را قبول نداشتید و انکار میکردید. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، اینجا قلنا مقدره، اونجا ما دستور میدیم به ماموران خودمون
به فرشته ها احشر الذین ظلموا، جمع کنید ظالمان را. الذین ظلموا الذین اشرکوا، از سیاق معلوم میشه مراد مشرکین هستند. ان الشرک لظلم عظیم، بزرگترین ظلم همون شرکه. جمع کنید الذین ظلموا، آنهایی که در دنیا شرک کردند، و ازواجهم، ازواجهم یعنی امثالهم، اشیاعهم، هم کیشان اونها را، هم نوعان اونها را که مثل اونها شرک کردند. و ما کانوا یعبدون، و همچنین آنهایی که عبادت می کردند، یعنی معبودانشون را هم جمع کنید. این قرینه هست بر این که مراد از الذین ظلموا چیه؟ اشرکوا هست. فی هذا العطف و ما کانوا یعبدون، آلوسی گفته الا ان الذین ظلموا المشرکون، مراد از الذین ظلموا مشرکون است. و هم الاحقاء بهذا الوصف فان الشرك لظلم عظیم. الله به وصف ظالم اونها را ذکر می کند. جمع کنید آنهایی را که عبادت می کردند بغیر از الله، من دون الله. فهدوهم الى صراط الجحیم، همه را جمع کنید، راهنمایی کنید، سوق بدید به سوی راه جهنم، ببرید به جهنم. اینا را جمع می کنند، جمع می کنند، همه مشرکان را میبرند به سوی جهنم، که به جهنم میبرند، نزدیک جهنم قرار میگیرند، بر پرتگاه قرار میگیرند، قرب جهنم قرار میگیرند. دستور داده میشه وقفوهم، فعلا اونها را بگی بیستند، متوقفشون کنید. انهم مسئولون، آنها سؤال میشوند، از اونها سوالی میشه. ما لکم لا تناصرون، چی شده شما را همدیگر را کمک نمی کنید؟ تو دنیا که می گفته هر جا مشکلی باشه ما همدیگر را یاری می رسانیم، چون و ما کانوا یعبدون هستن، نه معبودانشون هم هستند، معبودان دروغین. چرا همدیگر را کمک نمی کنید؟ ما لکم لا تناصرون. الله می فرماید بل هم اليوم مستسلمون، امروز دیگه از اون ادعاهای کلان کلان ندارند، امروز همه تسلیمند. مستسلمون ای لا یقدر بعضهم على نصر بعض، امروز بعضی نمیتونن بعضی دیگر را یاری برسانند. بل هم اليوم مستسلمون یعنی بل هم منقادون للعذاب او مخذلون، اونها هم تابع عذاب هستن که ببریم به عذاب بندازیم، یا اینکه اونها مستسلمون یعنی رسوا، مخذلون تسلیم برای هر تصمیمی. و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، اما با هم دیگه جر و بحث میکنند، روبرو میشن بعضی بر بعضی، یعنی از همدیگه به همدیگه توجه میکنند. یتساءلون، با هم دیگه صحبت میکنند، از هم دیگه سوال میکنند. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تابعین میگویند، افراد تحت فرمان میگویند انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، شما از جانب راست پیش ما آمدید. عن الیمین منظور چیه؟ جانب راست جانب دین هست، یعنی از راه دین وارد شدید، من قبل الدین. فتهونون علینا امر الشریعه و تنفروننا عنها، والیمین بمعنى الدین ای کنتم تزینون لنا الضلاله، از راه دین آمدید، ضلالت را برای ما مزین کردید و شریعت را و راه خدا را و راه توحید را در چشمهای ما بد جلوه دادید. به این معنی است. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، جواب متبوعین، اون رؤسای شرک میگن چرا گردن ما میندازی گناهتون را، خودتون ایمان نیاوردید به انبیا، به کتاب خدا، به توحید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، شما ایمان نیاوردید. و ما کان لنا علیکم من سلطان، ما هیچ نوع تسلطی بر شما نداشتیم. بل کنتم قوما طاغین،
بلکه خود شما بودی قومی سرکش، خود شما سرکشی کردید. ما چی کار داشتیم با شما؟ امروز عذاب خدا برای ما و شما تعیین شده. فحق علینا قول ربنا، یعنی فیصله رب بر ما ثابت شد. انا لذائقون، این بیان قول ربنا هست که ما همه تابع و متبوع، رئیس و مرئوس، مرشد و مرید، همه انا لذائقون، ما چشنده عذابیم، باید عذاب خدا را بچشیم. فاغویناکم، ما شما را گمراه کردیم، بله بلا جبر، البته شما را مجبور نکردیم، شما را گمراه کردیم. انا كنا غاوین، این تعلیلی است به این علت که خود ما گمراه بودیم. انا كنا غاوین، خود ما گمراه بودیم، شما را گفتیم بیایید به این سمت، شما هم آمدید، ما مجبور نکردیم شما را، چرا ما را ملامت میکنید؟ در آیه دیگه هست فلا تلومونی ولومو انفسکم، اونجا البته شیطان میگه فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون. الله میفرماید که اینها در اون روز در عذاب همه شریک. انا كذلك نفعل بالمجرمین، ما این گونه با مجرمین رفتار میکنیم، برخورد میکنیم، به عذاب ابد و سرمد اونها را گرفتار میکنیم. چرا؟ علت اصلی عذاب انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله، مجرمین همیشه با توحید مشکل دارند. اینها چنان بودند که هرگاه گفته میشد به آنان لا اله الا الله، هیچ معبود به غیر از الله نیست، یستکبرون، تکبر میکردن، میگفتن چرا نیست؟ غیر از خدا هم از دیگران استمداد و عبادت غیر الله. و یقولون ائنا، اون ایراد بر توحید بود، این ایراد بر رسالت است. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا، میگفتن آیا ما ترک کنیم خدایانمون را لشاعر مجنون، برای شاعر دیوانه، العیاذ بالله، به پیغمبر میگفتند، در حالی که بل جاء بالحق، بلکه پیغمبر به حق آمده بود، از جانب الله آمده، یعنی پیغمبر است، نه شاعر نه مجنون. و صدق المرسلین، و در اصول همه مرسلین الهی را تصدیق می کند. یکی از دلائل صدق پیغمبر اینه که در اصول با بقیه انبیا یکی هست، هیچ فرقی بینشون نیست. پس شما این پیغمبر را تکذیب می کردید. انکم لذائق العذاب الالیم، شما هم تابعان و هم متبوعان چشنده عذاب دردناک هستید. اینم تخویف اخرویه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و بر شما ظلم و ستمی هم انجام نمیگیره. پاداشی که به اون پاداش شما گرفتار هستید، پاداشی که به شما داده میشه، کیفری که به اون کیفر گرفتارید، عمل کرده خود شماست. و ما تجزون، شما پاداش و جزا داده نمیشوید الا ما کنتم تعملون، مگر آنچه که شما در دنیا عمل میکردید. الا عباد الله المخلصین، این استثناء منقطع هست. از این مشرکین استثناء میفرماید لکن عباد الله المخلصین، اما عباد الله المخلصین بندگان برگزیده خدا چیه؟ فانجیناهم، ما اونها را نجات میدیم. و علاوه از این که نجات میدهیم، اولئک لهم رزق معلوم، این پاداششان، این افراد برایشان رزق معین هست از سوی رب العالمین. فواکه، انواع میوه ها، و هم مکرمون، اونها در اون بهشت مورد اکرام و اعزاز قرار میگیرن. فی جنات النعیم، در جناتی که سراپا نعمت هستند. علی سرر متقابلین، بخشی از احوال بهشت را الله ذکر می فرماید، چنانچه در بعضی سوره های دیگه هم خواندید. الله می فرماید علی سرر متقابلین، بر تخت های روبروی هم نشسته، مشغول سخن گفتن.
یطاف علیهم بکأس من معین، گردانده می شود بر آنها جامی من معین، از معین. معین آب زلال را میگن، ولی منظور چنان شرابی هست که معین با خود قاطی داره. معین اون را خیلی خوشبو و خوشعطر رو شیرین تر می کند. بیضاء لذت للشاربین، سفید رنگ است و باعث لذت برای کسانی که می نوشند. لا فیها غول، در آن شراب غول نیست. غول به معنای عرض کنم نشگی، سرگیچی، چون انسان سرش گیچ میخوره نشه میشه. نه. ولا هم عنها ینزفون، و اینها از اون سردرد نمیگیرند. ببین شراب دنیا بعضی عوارض داره، اشاره به اون عوارض است که این عوارضی که در دنیا با شراب دنیا است اونجا نیست. اولا لا فیها غول، امام لغت امام راغب می فرماید، قال الراغب الغول اهلاک الشیء من حیث لا یحس به، یه چیزی را که از بین ببری که هیچ احساس نشه از کجا از بین رفت. مثل اینهایی که اعتیاد دارن به مواد صنعتی، تمام بدنشون داره از بین میره، نابود میشن، ولی هیچ متوجه نمیشن که داره نابود میشه، ظاهرش نشون نمیده، یهو میفته تمام میشه. پس قول این است که اهلاک الشیء من حیث لا یحس به. خب بر این آیه علامه ابن کثیر روایت ابن عباس را آورده. عن ابن عباس فی الخمر 4 خصال، در شراب دنیا 4 صفت است، 4 خصلت است، 4 عارضه هست، عوارض. این 4 تا در بهشت نیست. از سکر، یکی که انسان نشه میشه، و الصداع، و دوم سردرد میگیره، و القی، انسان گاهی قی میکند، بالا میزند، و البول، و گاهی انسان کنترل خودش را از دست میده، لباسش را کثیف میکنه. و کسی که زیاد شراب مصرف میکنه حتی کلا کنترلش از دست میره و تمام لباسش را بلا نسبت کثیف میکنه. بعضی شرابی ها اینطور هستند، خیلی وقت زیاد مصرف بکنند. حضرت استاد رحمه الله غالبا همین جا بود تعریف میکرد از یکی از حکام گذشته پاکستان که مهمانی داشته از یک کشوری دیگر و این مهمانش زنی بوده و میفرمود که اون زمان گرمی بود. اون حاکم، اون کسی که در رأس بود، وزیری بود، هرچی بود، در کویته که سرتر هست، اینجا برای اون زن به استقبال اون زن آمد و پذیرایی میکرد. استاد رحمه الله میفرمود یکی از افسران که با ما ارتباطی داشت و از اسکورت های اون فرد بود، اون حاکم بود، او تعریف کرد برای ما. میگه اینها وقتی که شب رفتند در اتاقی و مجلس می و شراب بود و تا صبح اونجا با هم ماندند، هر کثافت کاری که کردند، روز بعد وقتی که ما رفتیم اتاق را جمع بکنیم دیدیم که اصلا بوی عرض کنم تعفن گند و نجاست های اینها چنان هست که تمام اتاق آلوده شده. یعنی گاهی انسان وقتی که زیاد مصرف بکنه کنترل خودش را هم از نظر بول و براز، از نظر عرض کنم که ادرار و دستشویی از دست میده. پس یکی دیگر که ابن عباس میفرماید
السکر والصداع والقیء والبول، این 4 چیز هستند. فذکر الله خمر الجنه، الله اینجا در این آیه شراب بهشت را ذکر فرموده. فنزهها عن هذه الخصال، از این خصال بدور هستند، پاک هستند، این عوارض منفی را ندارند. لذا الله می فرماید لا فیها غول، سکر در اونها نیست، عقل انسان را اونها نمی پوشند. ولا هم عنها ینزفون، و از آنها انسان سردرد نمی گیرد. و عندهم قاصرات الطرف عین، نزد اهل بهشت هست قاصرات الطرف، اون حوریه هایی که نگاهایشون پایین است. نگاهایشون پایین است به چه معنی؟ مگه اونجا جای حجاب است، جای حیا است، اونجا نباید هم دیگر را تماشا بکنیم مثل دنیا؟ نه، چنین بحثی نیست. پایین شدن نگاه ها به معنی اینه که فقط و فقط چشمشون به شوهرانشون هست، منظور اینه که دلداده و عاشق شوهرشون هستند، به جای دیگه نگاه نمی کنند. عینون، چشمان درشت و آهویی دارند. کأنهن بیض مکنون، گویا اینها رنگ پوستشون را گفته بیض مکنون، تخم مرغی هست که پوشیده شده. ببینید این نوع تخم مرغ که در آیه ذکر شده، این تخم مرغ شترمرغ است که معمولا شترمرغ عادتش هست وقتی جای میره تخم میذاره اون را با ریگ میپوشاند، مخفیش میکنه تا که کسی عرض کنم که اون را از بین نبره، اون را بر نداره، به وقتش میاد میشینه روش. حال الله عزوجل حوریه های بهشت را در زیبایی صورت و در پوست تشبیه داده، در رنگشون بالخصوص به بیض النعام، به تخم شترمرغ. تخم شترمرغ با بقیه تخمها یک فرقی داره، اون اینه که بقیه تخمها شاید زیاد سفیدند و مبالغه در سفیدی هست، او سفید اما مقداری تمایل به رنگ زرد هست، زردی هم توش هست. سفیدی خوبه اما بهترین سفید اون سفیدی هست که مقداری رنگش به سوی زردی یعنی به سوی گندمگونی چی هست؟ متمایل است. بهترین رنگ به اتفاق مردم اینه که انسان سفید پوست باشه اما گندمگون، یعنی متمایل به زرد. اینجا بیضاوی گفته شبههن به بیض النعام، تشبیه داده الله عزوجل حوریه ها را به تخم شترمرغ. المصون عن الغبار، بر او هیچ غباری نمی‌نشیند، زیر عرض کنم ریگ ها اون تمیز سالم میماند، نه غبار می‌نشیند نه خورشید میتابد. و نحوه فی الصفا، در صفا و درخشندگی. والبیاض المخلوط بادنا صفرة، و اون سفیدی که با صفره و زردی اندکی چی هست؟ مخلوط است. فانه احسن الوان البدن، بیضاوی گفته زیباترین رنگ پوست همینه که پوست سفیدی داشته باشی و تمایل به چی باشد؟ به زردی باشد که ما میگیم گندمگون. پس الله میفرماید که انهن بیض مکنون، سفیدند گندمگون مثل تخم شترمرغی که مکنون است، پوشیده و مخفی است، هیچ غباری و گرد و خاکی بر او ننشسته. فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون، اهل بهشت روبروی هم دیگر را خطاب میکنن، از همدیگه میپرسند، با همدیگه گپ میزنن، صحبت میکنن، میپرسند. قال قائل منهم انی کان لی قرین،
یک قائل میگه، یک گوینده میگه از همین اهل بهشت من در دنیا قرینی داشتم، دوستی داشتم. قرین کسی که همیشه با من همراه بود. یقول ائنک لمن المصدقین، او به من میگفت تو تصدیق میکنی حرف پیامبر را؟ تو باور میکنی که ما دوباره زنده میشیم؟ او خودش باور نداشت، به من میگفت اذا متنا و کنا ترابا و عظاما، آیا ما هرگاه بمیریم تبدیل به خاک بشیم، تبدیل به استخوان بشیم، انا لمدینون، آیا ما جزا داده میشیم؟ مالک یوم الدین، آیا ما جزا داده میشیم؟ دوباره از ما سوال و جواب میشه، به کیفر اعمالمون میرسیم. اینطور مسخره میکرد دوست من تو دنیا. الان شما نگاه کنید پیدا نمیشه. قال هل انتم مطلعون، به دوستان بهشتیش میگه هل انتم مطلعون، استفهام طلبی است، یعنی سرک بکشید، سرتون را بالا کنید تو جهنم بگردین دوستم هست یا نیست. فطلع، خودش سرش را بالا میزنه، سرک میکشه به اصطلاح، تو جهنم نگاه میکنه، دید میندازه ببینه او کجاست. فرآه فی سواء الجحیم، میبینه در وسط جهنم افتاده بدبخت، دوستش را میبینه. قال تالله، این بهشتی به او میگه تالله ان کدت لتردین، سوگند به خدا نزدیک بود مرا هم هلاک بکنی. ان کدت یعنی نزدیک بود که لتردینی، مرا هم چی بکنی؟ هلاک و نابود کنی. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر نعمت ربم نبود من هم با تو اونجا حاضر می شدم. یعنی جای من هم کجا بود؟ جهنم بود. افما نحن بمیتین، استفهام است، اما استفهام تقریر به معنی اثبات، یعنی افما نحن بمیتین، ما دیگه نمی میریم الا موتتنا الاولا، مگر همون مرگ اول ما. و ما نحن بمعذبین، ما مثل کفار دیگه عذاب داده نمیشیم. الله عزوجل بعد از این تعریف از بهشتی ها و از احوال بهشتی ها میفرماید ان هذا له الفوز العظیم، همانا این جایگاه، به این جا رسیدن این فوز عظیم است، این کامیابی بزرگ است. لمثل هذا فلیعمل العاملون، عمل کنندگان باید برای امثال این کارها تلاش بکنند، عمل کنند. حال الله عزوجل مقایسه می فرماید آیا این حالت بهتر یا حالت جهنمی؟ اذالک خیر نزلا ام شجرة الزقوم، آیا این بهتر است از نظر پذیرایی مهمانی یا درخت زقوم؟ کدوم بهتره؟ مسلمه که این حالتی که الان هست و خوب است مال مؤمنه و اون حالت مال کافر و مشرکه. انا جعلناها فتنة للظالمین، همانا ما درخت زقوم را قرار دادیم امتحانی برای ظالمان. علاوه از این که در دنیا امتحانی هست که بعضی هم مسخره میکنند و از او انکار میکنند، میگن چه درختی است که تو آتش هم این درخت سبزه. انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم، الله میفرماید اون درختی هست که خارج میشه در اصل جهنم، در قعر جهنم، در وسط جهنم هست. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، یعنی طلع اون، خوشه اون، به اصطلاح شکوفه اون درخت گویا سر شیاطین است، چنان وحشتناک. ببین خدای عزوجل تشبیه داده به رؤوس الشیاطین، مگر رؤوس الشیاطین را ما دیدیم؟ ما که ندیدیم. پس چطور تشبیه به چیزی که تا به حال رویت نشدیم؟ جواب دادن مفسرین بزرگوار، میگن درست رؤوس الشیاطین را ما ندیدیم، ولی هر یکی از ما یک تصور بسیار منفی داریم از رؤوس الشیاطین. هر یکی تو دلش میگه چه سری داره شیطان، سر گنده با موهای ژولیده، از هر طرف آتش میباره،
و انسان یک تصور بسیار منفی داره، همون تخیلی که در وجودت هست به اون تشبیه داده. و انما شبهها برؤوس الشیاطین، شکوفه درخت زقوم را به رؤوس الشیاطین تشبیه داده. و ان لم یکن معروفة عند المخاطبین، گرچه نزد مخاطبین رؤوس الشیاطین معروف نیست، ولی لانه قد استقر فی النفوس، در هر ذهنی در هر نفسی این چیز استقرار یافته که ان الشیاطین قبیحة المنظر، شیاطین خیلی بدشکلند، سرشون خطرناک، انسان ببینه میترسه. لذا الله در قبیحة المنظر بودن تشبیه داده به شیاطین. ابن کثیر این را گفته. فانهم لآکلون منها، این جهنمی ها میخورند از آن زقوم، مجبور میشن. فمالئون منها البطون، چنان میخورند که پر میکنن شکمشون را، بعد از اون خیلی تشنه میشند. ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، سپس برای اونهاست بر آن لشوبا یعنی آمیخته از آب جوش. آب جوش را هم باش قاطی میکنند، آب جوش را بر اون زقوم. زقوم خودش هم بسیار تلخ است و هم خاردار است که در روایت ها می آید، در قرآن می آید که فقطع امعاءهم، روده های انسان را تکه پاره می کند. الله نجات بده. اونه که انسان می خورد تمام درونش و دستگاه گوارشش تکه تکه میشه بماند که بعدا انسان تشنه میشه، آب جوش داغ هم روی سر میکشد. ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، سپس جای رجوع اونها به جهنم هست. چرا این همه بدبختی؟ به خاطر اینکه اینها به جای اینکه حق را اتباع بکنند، از حق پیروی بکنند، اینها از آبای گمراهشون پیروی کردند. انهم الفوا آباءهم ضالین، اینها یافتن پدرانشان را گمراه. فهم علی آثارهم یهرعون، بر آثار اونها دویدن، از بس که علاقه و رغبت به راه اونها داشتند. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین، همانا گمراه کرد قبل از اینها را اکثر اولین، یعنی قبل از کفار موجودین گمراه شدند. اکثر پیشینیان همچنین، تنها اینا گمراه نشدند، پیشینیان هم اکثرشون چی شدند؟ گمراه شدند. اونها هم به خاطر همین پیروی کورکورانه. ولقد ارسلنا فیهم منذرین، در میان آنها هم منذر فرستادیم، انبیا فرستادیم. فانظروا کیف کان عاقبت المنذرین، ببین عذاب دنیوی، ببین عذاب نتیجه منذرین، کسانی که از عذاب خدا ترسونده شدن چی شد. الا عباد الله المخلصین، این استثناء منقطع است. لکن عباد الله المخلصین فانجیناهم، اما بندگان برگزیده خدا را ما اونها را نجات دادیم. لذا الله می فرماید که این کفار فقط اینها نیستند، گذشتگان هم انکار کردند، خدا اونها را هم عذاب داد در دنیا، در آخرت هم حالشون همینه که خواندیم، حال از پیشینیان، از گذشتگان. لذا از اینجا شروع میشه حال انبیاء گذشته و دلیل از انبیاء گذشته و احوال اقوام گذشته. همین چیزی که قرآن اشاره فرمود حال به تفصیل میاد. اولین نوح پیامبر، ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. ما خدمت شما عرض کردیم که واقعات چندین پیغمبر در این سوره می آید که اونها هم وقتی که عاجز شدند خدا را فریاد زدند، مشکلاتشون را از خدا خواستند. ما عجز فرشتگان را هم خواندیم، عجز جنات را هم خواندیم، الان عجز فرشتگان را می خوانیم.
ببخشید عجز انبیا را الان میخوانیم. وقتی که همه اینها عاجز بودند پس کی میتونه معبود باشه؟ درست نیست انسان از اینها استمداد بطلبد، از اینها کمک بگیرد. الله آغاز میفرماید که نوح ما را فریاد زد. نوح چه گفت؟ رب انی مغلوب فانتصر، بار اله من مغلوب این قوم هستم، چندین سال تبلیغشون میکنم قبول نمیکنن، انتقام بگیر پروردگارا، عذاب بیار پروردگارا. پس نوح خودش از خدا کمک خواست، عاجز شد در مقابل قوم. لذا الله می فرماید ولقد نادانا نوح، نوح ما را فریاد زد، فلنعم المجیبون، بهترین اجابت کنندگان ماییم، یعنی الله هست. و نجیناه، بعد از فریادش، بعد از دعایش، بعد از مناجاتش با خدا، و نجیناه و اهله، ما او را و اهل و عیالش را یعنی متعلقینش را نجات دادی، من الکرب العظیم، از مصیبت بزرگ. مصیبت بزرگ چیه؟ بعضی گفتن ایذای کفار است. سالها بود که کفار مسخره میکردند، اذیت و آزار میکردند. وجعلنا ذریته هم الباقین. شما میدانید که طوفان نوح همگانی بود، عالمی بود. اون زمان جمعیت هم همین مقدار بود که اطراف نوح بودند. لذا طوفان همه دنیا را گرفت، فقط حیواناتی زنده ماندند و انسانهایی که با نوح در کشتی بودند. بعد از اون ادامه همون نسل ادامه یافت، همونایی که نجات یافتند. اما بسیاری از مفسران معتقدند که نسل بقیه هم منقرض شد، هرچی انسان هستند از نسل نوح علیه السلام هستند. یکی از دلایل همین آیه هست، وجعلنا ذریته هم الباقین. کسانی که عربی وارد هستند میدانند این هم برای حصر است، یعنی اولاد نوح فقط اونها باقی ماندند، بقیه هم نسلشون باقی نماند. به این خاطر به نوح علیه السلام چی میگن؟ ابوالبشر دوم. بعد از طوفان نوح 80 نفر 70 نفر کمتر بیشتر با نوح بودند، اونا نجات یافته، اما نسل اونها دوام نیافت. با توجه به این آیه وجعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الاخرین. ما بر نوح نام نیکی گذاشتیم در بعدی ها، نام نیک و ذکر خیر. سلام علی نوح فی العالمین، سلام باد بر نوح در همه عالمیان. انا كذلك نجزی المحسنین، بیان سنت الله. ما اینگونه پاداش میدیم بندگان مخلص خودمون را، نیکوکاران را. که ببین نوح را چطور پاداش داد، هم خداوند از عذاب نجاتش داد و هم نام نیکی تا ابد، تا دنیا هست خوانده میشه سلام علی نوح فی العالمین. بله، انا كذلك نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، همانا از بندگان مؤمن ما بود، بندگان مقرب بود. ثم اغرقنا الاخرین، این نتیجه مخالفین نوح، ما غرق کردیم بقیه را، نوح را نجات دادیم. و ان من شیعته لابراهیم، قسم دوم، ذکر پیغمبر دوم، همانا از گروه نوح بود ابراهیم. احوال ابراهیم ابتداء اذ جاء ربه بقلب سلیم، زمانی که پیش ربش آمد با قلبی سالم از شرک. سلیم ای سلیم عن الشرک، مخلص من الشرک. اذ قال لأبیه و قومه، مناظره ابراهیمی، زمانی که به پدرش گفت و قومش گفت ماذا تعبدون، شما چه چیزی را عبادت میکنید؟ داستان نوح، ابراهیم، بقی انبیا به تفصیل خوانده شده، فرصت کمه به ترجمه بسنده کنید. اذ قال لأبيهم وقومه ماذا تعبدون ائفكا آلهة دون الله، آیا دروغی، آلهه دروغین، ائفكا آلهة،
افکی دروغی که اونم به شکل خدا، به غیر از خدا، به غیر از الله تریدون میخواهید، یعنی یک الهه دروغین به غیر از الله میطلبید. فما ظنکم برب العالمین، پس وقتی غیر از خدا میخواهید نسبت به رب العالمین چی گمانی دارید؟ ای شیء ظنکم بما هو حقیق بالعباده، اون ذاتی که سزاوار عبادت است چه فکر میکنید درباره اون؟ لکونه ربا للعالمین، اون رب عالمیان است. فنظر نظرة فی النجوم، ابراهیم نگاهی کرد در ستاره ها، فقال انی سقیم، من مریضم. ای سأسقم، جلاله نوشته من مریض هستم. فتولوا عنه مدبرین، یعنی با اونها به جشن نرفت، به مراسم خاص روز خاص نرفت. فتولوا، برگشتند از ابراهیم، مدبرین، در حالی که پشت دادن به او، یعنی رفتن به سوی مراسم خودشون. حال یک اشکالی اینجا هست که فنظر نظرة فی النجوم، ابراهیم در ستاره ها نگاه کرد. چرا؟ مگه ابراهیم اعتقادی به ستاره داشت که ابراهیم به ستاره ها نگاه کرد خیر و شر؟ چون اونها خیر و شر را ستاره می دیدند و می دانستند. نه خیر، چنین نبود. البته فنظر نظرة فی النجوم دو تا تفسیر داره، من هر دو تفسیرش را عرض می کنم. اول اینکه چون که قوم ابراهیم ستاره پرست بودند، ابراهیم ظاهرا به ستاره نگاه کرد و گفت من مریضم، تا اینکه اونها فکر کنند که نیامدن ابراهیم از روی دلیل است، تا اصرار نکنند. یعنی ابراهیم به ظاهر ستاره را نگاه کرد و گفت من مریضم، تا اونها فکر کنند که ابراهیم حتما یه چیزی تو ستارهش دید، اصرار نکنند. چنانچه تفسیر جامع البیان نوشته کان قومه نجامین، قوم ابراهیم نجامین بودن، ستاره پرست بودن. اوهمهم استدلاله علی مرضه بعلم النجوم، در اونها این توهم را ایجاد کرد، این تخیل را ایجاد کرد که من که مریضم استدلال میگیرم از ستاره است، تو ستاره چیزی میبینم. لذا چون اونا اعتقاد داشتند، به خاطر این دیگه اصرار نمی کردن. ابراهیم به این خاطر این کار را کرد. اما بعضی دیگه گفتن نه، اینطور نیست. این نظر نظرة فی النجوم در زبان عربی یک اصطلاحی هست، یک محاوره هست، به معنی تدبر، به معنی تفکر. نظر نظرة فی النجوم یعنی با خود اندیشید، معنیش اینه. نظر نظرة فی النجوم یعنی چه؟ با خود فکر کرد که چه بهانه‌ای بیاورم. بعداً گفت انی سقیم، یعنی من مریضم با این بت‌های شما. مریضی روحی بود دیگه با وجود اینها. پس قال الحسن معناه انهم لما کلفوه الخروج معهم، وقتی که ابراهیم را مکلف کردند، اصرار کردند تو بیا با ما، تفکر فیما یعمل، فکر کرد چیکار بکنم. این فکر کردن را قرآن تعبیر کرده فنظر نظرة فی النجوم. ببینید ائمه لغت همه اینا گفتن. قال الخلیل والمبرد یقال للرجل اذا فکر فی الشیء یدبره نظر فی النجوم. امام خلیل و امام مبرد، ابوالعباس مبرد که هر دو ائمه لغت و نحو هستند، اینا گفتند که در زبان عربی وقتی که به یک چیزی فکر بکنی، اذا فکر فی الشیء یدبره، تدبر بکنی، میگویند نظر فی النجوم، یعنی خوب فکر کرد. پس فنظر نظرة فی النجوم این نیست معنیش که ابراهیم ستاره را نگاه کرد. ابراهیم خوب با خودش فکر کرد، آخر به این نتیجه رسید که بگم انی سقیم، فقال انی سقیم.
خب خلاصه وقتی که ابراهیم این عذر و بهانه را آورد، اونا رفتن. فتولوا عنه مدبرین. فراغ الی آلهتهم. فراغ یعنی پس فوراً رفت، یا فراغ راغ رفتن مخفیانه را میگن. مخفیانه رفت به سوی خدایانشان. اونجا همه غذا گذاشته بود، حلوا بود و خورش بود و نمیدونم آش بود و هرچی بود طبق شرایط اون زمان. اونا یک اعتقادی داشتند که غذاها را در روز خاص، در روز عید میپختن، جلوی خدایان میگذاشتن، میرفتن مراسم را انجام میدادن. معتقد بودن این غذاها متبرک میشن، بعد از اون میآمدن میخوردند. خب ابراهیم ابتدا استهزاءً خود بت‌ها را خطاب قرار داد، چرا نمیخورید؟ بفرمایید. فراغ الی آلهت، مخفیانه رفت به سوی آلههشان. فقال الا تأکلون، چرا نمیخورید؟ ما لکم لا تنطقون، چرا سخن نمیگویید؟ فراغ علیهم ضربا بالیمین، پس رفت بر آنها با زدن قوی. یعنی یمین دست راست را میگن. دست راست کنایه از قوت است، چون معمولا دست راست انسان قدرت بیشتری داره از دست چپ. پس ضربا بالیمین یعنی زدن قوی، زدن با قدرت، خوب با قدرت زد، همه را شکست، همه را تکه تکه کرد. حتی بت بزرگ را هم دستش را شکست و تبر را به گردنش آویزان کرد. لابد کسی به مشرکین خبر داد که شما اینجا هستید، خدایان نابود شدند، خدایان از بین رفتند. فاقبلوا الیه یزفون، اونها آمدن به سمت او یزفون که میدویدند، دوان دوان، تند تند. ابراهیم چرا این کار را کردی؟ قال اتعبدون ما تنحتون، آیا شما پرستش میکنید آن چیزی را که خودتان میتراشید؟ والله خلقکم و ما تعملون، الله شما را آفریده، و ما تعملون، آنچه که شما عمل میکنید، یعنی اعمال شما را خالق هم الله است. این رد معتزله و خوارج است که میگه اعمال خالق اعمال کی؟ خود انسان است. قالوا ابنوا له بنیانا، اونا دیگه تنگ آمد به جنگ آمد، استدلال دیگه نداشتن، گفتن یک بنای درست کنید که تون ابراهیم را بسوزانیم. فالقوه فی الجحیم، چنان بنایی، چنان حصاری که آتش بزرگی اونجا درست کنیم، روشن کنیم، بیاندازید او را در همون جهنم، جهنمی برایش درست کنید. فارادوا به کیدا، الله می فرماید نسبت به ابراهیم توطئه کردند، اما فجعلناهم الاسفلین، ما توطئهشون را پایین آوردیم، یعنی بی اثر کردیم، بی فایده. وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین، بعد از اینکه نتونستن با ابراهیم کاری بکنن، ابراهیم هم تبلیغش را کرد، اونها برنگشتن. ابراهیم دستور هجرت از سوی پروردگار یافت، به قوم گفت دیگه این قوم تمام شد نوبتشون، اینا قابل هدایت نبودند. به قوم گفت که من میرم به سوی پروردگارم، به اون سمتی که پروردگار مرا راهنمایی کرده، ان قریب مرا راهنمایی میکند کجا برم. چنانچه الله عزوجل در اون مسیر، سبحان الله، این هجرت چه هجرت تأثیرگذاری بود. دو تا مرکز بزرگ توحید و محبت انبیاء خدا با همین هجرت درست شد. اول رفت در مسیر، خدا بهش هاجر را داد، هاجر را عقد کرد، اسماعیل پیدا شد، هاجر و اسماعیل را در مکه گذاشت. بعد از اونجا رفت به طرف شام با ساره، اونجا رفت. الان از بطن ساره
اسحاق متولد شد، از اسحاق یعقوب، از یعقوب یوسف، از یوسف و بقیه فرزندان یعقوب، همه انبیاء بنی اسرائیل، صدها پیغمبر، اینها در شام آباد شدند. این ارض مقدسه شد، محبت انبیاء و محبت وحی شد. و اونجا از اسماعیل، از اولاد اسماعیل محمد نبی خاتم، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، این همه به خاطر همین هجرت بود. ببین چه برکاتی تو این هجرت بود. وقال اینی ذاهب الی ربی سیهدین، من میرم به سوی ربم، سیهدین ان قریب مرا راهنمایی میکند. رب هب لی من الصالحین، بار اله به من از فرزند صالحی ببخش. فبشرناه بغلام حلیم، الله می فرماید ما او را مژده دادیم به پسرکی بردبار. فلما بلغ معه السعی، هرگاه رسید این پسرک با همراه با ابراهیم به سعی، یعنی به سن سعی. فلما بلغ ان یسعى معه السعی، به سنی که با او تلاش کند، با او فعالیت بکند. قال یا بنی انی ارا فی المنام، ای پسرک خردسال من در خواب دیدم، انی اذبحک، که من تو را به امر الهی ذبح می کنم. فانظر ماذا ترى، تو نگاه کن رأی تو، نظر تو چیه؟ سبحان الله، اونم فرزند پیغمبره. قال یا ابت افعل، بلا تأمل گفت، بدون فکر کردن. یا ابت افعل، ای بابا افعل، انجام بده، ما تؤمر، آنچه که دستور صادر شده، دستور داده شدی انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، اگر الله بخواهد، به نفس خودش اعتماد نداره، به مشیت رب موکول می کند. اگر الله بخواهد مرا از صابرین میابی. فلما اسلم وتله للجبین، زمانی که پدر و پسر تسلیم شدند و اون را به جبین خواباند. و نادیناه ان یا ابراهیم، ما ندا کردیم او را ابراهیم، بس بیشتر نکن. قد صدقت الرؤیا، تو در رؤیا صادق آمدی، موفق شدی در این امتحان. انا كذلك نجزی المحسنین، ما این گونه جزا می دهیم، پاداش نیک می دهیم بندگان مخلصمون را. ان هذا لهو البلاء المبین، همانا این آزمایش بسیار آشکاری بود. و فدیناه بذبح عظیم، ما به فدیه او دادیم، فدیه اسماعیل، ذبح بسیار عظیم، قربانی بسیار بزرگ، قوچی الله از بهشت فرستاد. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما بر ابراهیم نام نیکی در آخرین گذاشتیم. ذکر خیرش و نام نیکش در نسلهای بعدی میاد، در نسلهای بعدی همه ابراهیم را تعریف میکنند. هم یهودی ها میگه مال ماست، الله میگه ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، مسیح میگه مال ماست، مشرکی میگه مال ماست، مسلمانان میگه ما که ابراهیمی هستیم. الله می فرماید و ترکنا علیه فی الاخرین، ما نام نیک و ذکر خیر ابراهیم را در امتهای بعدی گذاشتیم. سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم. کذالک نجزی المحسنین، این گونه ما جزای نیک میدیم بندگان مخلصمان را. انه من عبادنا المؤمنین، همانا ابراهیم از بندگان مؤمن ما بود. و بشرناه باسحاق نبیا من الصالحین، ما مژده دادیم او را به اسحاق. معلوم میشه که ذبیح اسماعیل بود نه اسحاق. یهودیا که میگن ذبیح اسحاق بود، بعضی از علماء مسلمان هم متاسفانه دچار سوء فهم شدند که میگن
این فرزندی که ابراهیم از خدا خواست اسحاق بود، همون را خدا فرموده ذبیح کرد. ولی ببین بعد از جریان ذبیح تمام میشه، الان نوبت مژده اسحاق و بشرناه به اسحاق. پس معلوم شد که ذبیح الله اسماعیل است نه اسحاق. نبی من الصالحین، که این اسحاق نبی میشه، پیغمبری میشه از صالحین. و بارکنا علیه و علی اسحاق، ما بر ابراهیم و بر اسحاق برکات عنایت کردیم بر اونها. برکاتشون چیه؟ نسلشون را الله عزوجل میفرماید و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین. از اولاد و احفاد اونها محسن، انسانهای نیکوکار، مخلص، موحد، و همچنین ظالم. هم از اولاد اونها محسن و نیکوکار است یا مخلص و موحد است، و همچنین ظالم و مشرک است. ظالم لنفسه مبین، اونی که به نفس خودش ظلم میکنه، ظلم آشکارا، هم از نسل اونها هست. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.